سلام براتون چطوره؟ من اسم رسم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جذاب و خفن. برای وقت امروز اومدیم که اولین گیم پلیمون بعد از آپدیت جدید که همین صبح اومد و بازی دوباره آپدیت شد و گیم بزنیم دیگه. اولین گیم پلیمون بعد آپدیت جدید. پس تا آخرین ویدیو من همراه باشید. این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. آقا استارت کارو زدیم. برعکس بعد قبل این یه مچ استارت زده بودم که حالا عکسشو میذارم که چند به چند شد بردم یا نبردم، حالا هرچی. و اتفاقی که فکر کردم نیفته. بله همه چی نامرئی گانا، همه چی نامرئیه. بله همونطور گانا همه چی نامرئیه بچه، همه چی. ببینید دارم یه ها 200 سکه میاد. اجی نمیدونم چرا بعضی وقتا برای من نامرئی گم شو بابا. تو رو جون مادرت میزنم. دمر بابا خدایش نه بابا دو طرف. من گان SMG ندارم، گان نزدیک‌زن ندارم. نه فهمه ها کام نیفتم پیش این کدوش خروب. ببینم اینجا چیه. آشغال در این گانه بازی خوبه ولی آشغال دیگه چیکار. همه میگن آشغال. چاقو تمام دیگه، چاقو بندازن تمام. P90 خوبه، تعویضش میکنم. با چاقو میرم. زدم نزدم. خب برعکس استارت کردیم کارو. خدا کنه نشون بده، خدا کنه نامرئی نباشه، خدا کنه. من یه بار بازی رو کامبک زدم، یعنی اومدم و رفتم خروج زدم طبق معمول پیک. خدایا درست باشه. من اونجوری نمیتونم پلی بدم واقعا جون. درست میرم کمپ. وای من گو خوردم رفتم کمپ. من که چیزشو ندارم. چرا رفتم کمپ کنم؟ مرض تمام. برابر اون از اون مدکیت میزنم. بله باجی یه نمیم اینجا اصلا خیلی کندن. بچه شما ببینه XM80 کدوم رو ترجیح میدین؟ کیلفوری من کرد. چرا اینطوری کرد؟ اینجا بودم
گان دوزن داشت ولی من اول باید اونم زدم. چرا نمی‌زنم؟ آجی استرس دارم، خیلی استرس دارم شدید. نفسم این عوض میکنم. گان دوزن درست پیدا شد بالاخره. وای بابا چرا 200 نمیخوره این؟ چرا بابا ریدم تو این دوزنش. حوصله تو رو ندارم داداش. بابا این چه وضع دور زدن؟ هیدشو میزنم این 60 یعنی 60. بابا دور زنید اشتباه بگم شد. خب اصولا هم که اینو دارن دانه دوزن جون XM 8 جان. آقا تکمیلیم ما. فقط بچه ها همون روشی که بهتون یاد داده بودم اونو مرور کنیم یه بار. خوبه تمام. اونم از اون یه خاصه این بزنم برم ببینم بالا چی داره. اصولا چیزایی که بالا هست بهترن. اوه حاجی برداشتن ناموسن اون صندلی رو برداشتن. وای اینجا یه دونه صندلی بود میشستیم روش چیز کرستمون فرست میشد به قول پویان. ولی خب برم ببینم چه خبره. بخور دیگه. این تازگی خیلی بد دست شدم. سوسیساتون چطوره؟ حاجی سرور آمریکا این اکانتم که کلا سرور آمریکا. سرور خاورم به همراه گوشی قبلیم رفت و یادم رفته از آیه تندر خریده بودم و یادم رفته بود چیز کنم. وایسا جریان چیه؟ اوه این چیز جدیده. ترسیدم یه لحظه. آره از آقای تندر خریده بودم اونو که یادم رفته شماره بازیابیشو عوض کنم. شماره بازیابی آقامون روش بود و گوشیم که افتاد شکست دیگه تمام شد. اونم دیگه برنگردون. حالا بلکه یه تمامی بزنیم. آجی این صدا چیه؟ دارن ساختمون سازی میکنن چیکار میکنن اینو؟ الله اکبر.
صدا چیال بالا آدمه آخه بیشور منو میزنی؟ شو بده شو داده من حاجی تو رو باید بزنم وای ریدم سرم برعکس ممنونم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. لطفا از این کانال حمایت کنید، واقعا به حمایتاتون نیاز داریم. ممنونم، عشقید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.